سلام، من مهراجم و این چهارمین اپیزود از پادکست فرسنگه. وقتی به دنیا میایم جنسیت ما با یه پارامتر 0 و 1 تعیین میشه، یعنی یا ما پسریم یا دختر. طبق همین الگو هم هستش که خانواده‌ها یه سری فاکتورها رو در نظر میگیرن، به علاوه سنتایی که تو خانواده‌شون داشتن شروع میکنن که ما رو تربیت کنن. اما خب یه کودک 100% زمانش که با خانواده‌اش نمیگذره. یه تحقیقی تو آمریکا میگه که حداقل 3 ساعت از روز یه کودک صرف دیدن تلویزیون میشه، که البته این واسه آمریکاست، که توی ایران فکر میکنم بیشترم باشه. اگه به این مدت زمانی که بچه‌ها صرف بازی با گوشی یا دیدن فیلم و کارتون توی موبایل پدر و مادراشون میگذرونن هم اضافه کنین، یه چیزی بین 5 تا 7 ساعت از تایم بچه‌ها توی صفحه نمایش میگذره، یعنی حدوداً 1/3 روزشون. جدا از این که ممکنه باعث 1001 مشکل مثل به هم خوردن نظم خوابشون، چاقی مفرط، افسردگی و 1001 بیماری روانی گوناگون بشه، اون متریالی که توی فیلم ها و کارتون ها به خورد بچه ها میدن چه تأثیری روی تربیت یا شکل گرفتن ذهنیتشون میذاره. مثلا محتوایی که بچه هامون میبینن چقدر تأثیر میذاره که با یک ذهنیت مرد سالارانه بار بیان. بدون هیچ توضیح اضافه ای، فرسنگ اینجا و در این لحظه شروع میشه. خب، قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنیم بهتر چند تا نکته رو بگم. نکته اول این که این اپیزود چهارمین اپیزود پادکست فرسنگ و دومین اپیزود از مجموعه مرد که گریه میکنه هستش. برای درک بهتر این موضوع بهتره که اپیزود قبلی که اپیزود سوم هستش رو هم گوش بدید. البته خیلی ارتباطی از نظر معنایی به هم نداره، یعنی اگه اپیزود قبل رو گوش نداده باشین خیلی چیزی رو از دست نمیدین، اما برای درک بهتر و آشنا شدن بیشتر با فضا توصیه میکنم که اون اپیزود هم گوش بدین. نکته دوم این که توصیه میکنم ما رو از یوتیوب گوش بدین، چون سعی کردم محتوای تصویری بیشتری اونجا بذارم و اگه دارین از یوتیوب ما رو گوش میدین خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب بکنین ما رو و کامنتاتون رو برام بذارین. بعدش این که تو این اپیزود مثل اپیزود قبلی جای اینکه سعی کنم نظر شخصیمو بدم، سعی کردم که روی مطالعات و تحقیقاتی که انجام شده تمرکز کنم و اونا رو واسه شما بازگو کنم. همه منابعی که از روی اونا من این اپیزودو ساختم هم توی توضیحات اپیزود آورده میشه. نکته آخرم این که این اپیزود داره با یه تأخیر یه هفته‌ای منتشر میشه که دلیلش تنبلیه من و ازتون عذر میخوام، قول میدم دیگه تکرار نشه. خب با این توضیحات بریم اپیزودو گوش بدیم.
دغدغه من برای نوشتن این اپیزود این بودش که روی این تمرکز کنم که چرا مردها انقدر در مواجهه با گریه گارد دارن. اما هرچی بیشتر گشتم و خوندم دیدم که نه تنها گریه، مردها کلن روی خیلی چیزای دیگه گارد دارن و این خیلی عمیق‌تر از صرفاً یک اشک ریختن ساده است و برمیگرده به یه عبارت به اسم ذهنیت مرد سالارانه یا مردانگی. فارغ از اینکه خانواده و جامعه هم خیلی تلاش کردن که این ذهنیت رو شکل بدن، رسانه ها و سوشال مدیا هم به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه تأثیر زیادی رو شکل گیری این پدیده دارن که مرد واقعی چیه، یا به انگلیسی What is it like to be a real man. جکسون کاتس، نویسنده آمریکایی، توی مستند درباره این صحبت میکنه که چرا توی آمریکا خشونت‌های خیابانی و جنایت‌ها بیشتر به وسیله مردا صورت میگیره و به صورت اپیدمی وار این قضیه داره گسترش پیدا میکنه. اون این ادعا رو میکنه که اکثر این خشونت‌ها در تصویری که رسانه‌ها از مرد واقعی ساختن هستش. متاسفانه کماکان مدیا نتونسته اون تصویر سنتی از مردونگی رو که ارائه میده تغییر بده یا اصلاحش کنه. مردا همواره دارن اون تصویر سنتی از مرد واقعی رو دریافت میکنن و ناخودآگاهشون اینطوری شکل میگیره که خشونت، سرسختی و عدم وجود احساسات با مردونگی گره خورده و غیر از این بودن عجیبه. یه مطالعه تو سال 2020 تو آمریکا و کانادا انجام شده به اسم If he can see it, will he be it؟ یعنی آیا شبیه اون محتوای تصویری که میبینه میشه؟ هدف این مطالعه بررسی پیام‌های مردانگی هستش که توی رسانه‌های تلویزیونی محبوب برای کودک‌های 7 تا 13 سال وجود داره. این مطالعه میگه اکثر مطالعاتی که روی بازنمایی جنسیتی توی رسانه و توی محتوای تصویری تا الان انجام شده روی تأثیر اون به زنان و دختران توجه کرده و ما خیلی کمتر درباره اثرات اونا روی مردها اطلاعات داریم. برای همین بهتر یه بار ببینیم که این محتوا چه تأثیری روی شکلگیری ذهنیت مردا داره. این مطالعه با تمرکز روی محتوای فیلم‌های ارائه شده درباره کاراکترهای مذکر این جنبندی‌ها رو کرده. یکی اینکه نسبت به شخصیت‌های زن کمتر احساسات نشون میدن، چه احساساتی مثل همدلی که کلیشه زنانه بودن داره یا حتی احساسات‌های کلیشه‌ای مردانه مثل خشم یا حتی شادی. بعدش میگه این کاراکترها بیشتر ریسک پذیری رو نشون میدن، یعنی ناخودآگاه القا میکنه که مردها بیشتر ریسک پذیرن. یه نکته جالب دیگه هم داره، این که اکثر کاراکترهای مرد به صورت تنها نشون داده میشن، یعنی در کنار خانواده، پدر یا مادر یا والدین نیستن. آخرم این که احتمال بیشتری وجود داره که این کاراکترها به عنوان قهرمان داستان قربانی خشونت باشن یا مرتکب خشونت بشن. یعنی مواجهه کاراکتر مرد با خشونت چه به عنوان فاعل چه به عنوان مفعول خیلی بیشتره. یادتون باشه که دیدگاه کلیشه‌ای تو سن خیلی پایین تو آدما شروع میشن و ممکن تا آخر عمر اثراتشون با آدما بمونه. دکتر ربکا مارتین، رئیس بخش روانشناسی دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی، میگه که کودک‌ها تو 2 سالگی شروع میکنن که کلیشه‌های خودشونو بسازن و در 3 یا 4 سالگی اونا چیزای زیادی دارن که ابرازش حتی میکنن و بیانشون میکنن. یه مطالعه دیگه روی تاثیرپذیری پسرها و دخترها از محتوای تصویری که مشاهده میکنن تمرکز کرده. این مطالعه میگه دخترها عموماً اون قسمتایی که با رویاهاشون تطبیق داره یا به اونا نزدیکتره رو انتخاب میکنن و وارد دنیای خیالیشون میکنن و بقیه رو بیرون میریزن یا اجازه نمیدن وارد رویاهاشون بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون فیلمایی که دخترها میبینن اول آنالیز میکنن که ببینن با رویاهاشون تطبیق داره یا نه. اون قسمتی که به خصوصیات و ویژگی‌هاشون نزدیکتر بود و جدا میکنن و اونا رو خوراک رویاهاشون میکنن. اما از طرف دیگه پسرها معمولا کل داستانو به صورت یکجا جذب میکنن و بعد سعی میکنن با توجه به کاراکتر خودشون و شخصیتشون دست توی داستان ببرن و اونو با توجه به علایق خودشون تغییر بدن یا حتی پیش ببرن. یعنی اول یه کاراکتر مرد رو میبینن که قهرمان داستانه، بعد با توجه به اینکه اگه من جای اون بودم این کارو میکردم و این کارو میکردم، کلا یه داستان دیگه میسازن.
برگردیم به همون مطالعه اول که روی محتوای تولید شده برای پسرای 7 تا 13 ساله انجام شده بود. چند تا چیز دیگر هم میگه این مطالعه که خیلی جالبه. میگه که تو این فیلم ها خیلی به کاراکترهای مرتبط با قشر LGBTQ+ پرداخته نشده و کودک‌ها خیلی باهاش آشنا نمیشن. الان شاید تو ذهنتون این بیاد که فیلم‌های امروزی پر از این دسته کاراکترها هستش، اما یادتون باشه ما داریم درباره بچه‌های 7 تا 13 سال حرف میزنیم، نه محتوایی که برای بزرگسالا تولید شده. در اصل بهتر بگیم که اینا نوشدارو بعد از مرگ سهرابه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ذهنیتمون با این تصاویر شکل گرفته، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد. ما هنوزم شاید خیلی برامون عادی سازی نشده این قضیه، چون از کودکی باهاش مواجه نشدیم و اکثر ما شاید بعد از 20 سالگی که داریم تلاش میکنیم که با این قشر آشنا بشیم یا حتی بتونیم به رسمیت بشناسیمشون. تازه اینم در نظر بگیرین که این مطالعه توی آمریکا و کانادا انجام شده که شاید توی این زمینه 20-30 سال از ما جلوتر باشن و این چیزا توی ایران خودتون نگاه کنین ببینید چند ساله که عقب‌تره. ما حتی رئیس جمهورامون یا حتی سرای کشورامون این چیزا رو به رسمیت نمیشناسن، چه رسد به اینکه بخوان دربارش محتوا تولید کنن. در ادامهش میگه که توی این فیلم‌ها خیلی به کاراکترهایی که دارای معلولیت هستن پرداخته نشده. این منو یاد بچگی خودم میندازه که چقدر دیدن آدم‌های معلول یا یکی رو ویلچره یا یکی که پا نداره برامون عجیب بود و عادی سازی نشده بود. خیلی از اونایی که الان میرن خارج میگن که چقدر اینجا معلول زیاده، چقدر آدمایی که معلولن رو زیاد میبینیم. نه، به خاطر این نیست که زیاد میبینین، اولا به خاطر اینه که جامعه، شهرداری یا دولت امکاناتی رو مهیا کرده که اون آدم معلول هم بتونه تو سطح شهر با همه معلولیتش تردد کنه. دوم این که ما تو کشور خودمون این زیرساخت‌ها رو نداریم و غیر از اون دید بد و منفی که به آدمای معلول داریم باعث میشه که بیشتر گوشه‌گیر بشن. اینم دوباره تاکید میکنم که ما این ذهنیتمون تو کودکی شکل گرفته و الان درسته که خیلی شاید نتونیم تغییرش بدیم، صرفا داریم سعی میکنیم همزیستی کنیم و یکم بالغانه تر رفتار کنیم. در آخرم یه چیز دیگر رو میگه که بازم شاید واسه ایران خیلی صدق نکنه، اونم این که کاراکترهای غیر سفید پوست کمتر احساسات نشون میدن و بیشتر سختی میبینی ازشون. البته شاید این دلایل تاریخی هم داشته باشه که توی آمریکا میشه دربارش حرف زد که کاراکترهایی که رنگین پوستن یا بیشتر درباره سیاه پوستا اگه صحبت میکنیم به خاطر سختی و شرایط سختی که دارن بیشتر سرسخت یا تاف به انگلیسی نشون داده بشن. اما خب تو ایران میتونیم اینو تعمیم بدیم به قشرهای غیر فارس زبان مثل کردا، مثل ترکا یا بلوچا که اکثرا اونا رو با احساسات کمتری توی فیلمامون میبینیم. ببینید اینایی که میگم شاید آگاهانه باشه یا ناآگاهانه باشه، من تو اون زمینه علم رسانه‌ای ندارم که نظر بدم، اما میتونم بگم رسانه ها تأثیر زیادی تو شکلگیری این دیدگاه دارن که مردانگی و مرد بودن ارزش بیشتری از زنونه بودن داره. یعنی یک دو قطبی میسازن و پسرایی که این محتوا رو دریافت میکنن از همون کودکی به احتمال زیاد رفتارها و باورهای مرد سالارانه توشون به وجود میادش. طبق همین میشه گفت که عادتهای رسانه‌ای بچه‌ها خیلی تأثیر زیادی داره توی شکل گرفتن کاراکترشون تو بزرگسالی. یعنی بچه‌ای که از 4-5 سالگی داره تلویزیون تماشا میکنه احتمال خیلی بیشتری داره که با ذهنیت مرد سالارانه بار بیادش، مخصوصا اگه اون پسر باشه. Stand straight and tall. Excuse me, are we a little teapot? Untuck your shirt. Just one side. Oh. You hate this, don't you? Well, look at it. You want to be neat. You want to be tidy. Adjust yourself. Not there. The package, sissy man. The family jewels. Grab them. You're in a bar room. Okay. Repeat after me. Yo. Yo! Hot damn. Hot damn! What a fabulous window treatment. What a fabulous That was a trick. Ah! Yeah. We have come to the most critical area of masculine behavior. What? Dancing. First I was afraid, I was petrified. Dance?
Truly manly men do not dance. Oh, come on. Under any circumstances. This will be your ultimate test. At all costs, avoid rhythm, grace, and pleasure. Whatever you do, do not dance. I won't. Can you hear it? Yes. Can you hear the demon? Dance, the demon whispers. Everyone else is dancing. They're getting down. They're getting funky now. They're having fun, not you. No. Catch the fever. Feel the heat of the disco beat. It's calling to you. Do not listen. Men do not dance. They work. They drink. They have bad backs. They do not dance. Hold still. Hold tight. Whatever you do, do not dance. خب یه نکته رو لازمه اینجا بهتون بگم. این مطالعات طبیعیه که نسبی باشه و روی آدما انجام شده. شاید خیلیاتون که اینا رو گوش میدین بگین که نه من که اینجوری نیستم، اصلا هم ذهنیت مرد سالارانه ندارم و سعی کردم که جامعه رو یه جور دیگه نگاه کنم. اگه واقعا اینجوری هستین دمتون گرم. من خوشحالم که با این آدما آشنا بشم و بیشتر رفت آمد کنم. میدونی چرا اینو میگم؟ برای اینکه ما تو جامعه‌ای که زندگی میکنیم استانداردهای مرد سالارانه خیلی سنگین‌تر از آمریکا و کانادا. یادتون باشه این تحقیق توی آمریکا و کانادا انجام شده. توی ایران صدا و سیما، تلویزیون، سینما خیلی استانداردهای مرد سالارانه بیشتر و سنگین‌تری دارن. حتی ویدیوهای اینستاگرامی که میبینیم خیلی محتواهاشون اگه نگیم زن ستیز، خیلی مردانگی رو به نوع سنتی بیشتر تبلیغ میکنه. همه اینا یه طرف، ما مردا حالا با چه تصویری تو رسانه مواجه هستیم؟ سرسخت، جنگجو، مقتدر. یادتونه اپیزود قبل درباره این صحبت کردیم که فرهنگ ما گریه کردن و در راستای نشون دادن احساسات برای مردها یه تابو میدونه. خب تابوها همیشه یه تبصره هم دارن که بتونن یه کلاه شعری سر ما بذارن. مثلا خب ممکنه یه مرد بالاخره گریه کنه دیگه. اونجا تابو شکنی کرده؟ نه. در اصل گریه کردن تابو نیست. صرفاً این تابوها کمربند و سفتر کردن و شرایط استثنایی رو برای گریه کردن در نظر میگیرن. توی فیلم ها هم همینه. مثلا یه کاراکتر مرد تو چه شرایطی مجازه گریه کنه؟ تو مرگ، شکست یا مواجهه با خیانت. این ناخودآگاه این حس رو القا میکنه که مرد فقط تو شرایطی مجاز به گریه کردنه که دیگه چاره ای نداشته باشه. یعنی عملا گریه آخرین سنگر در مواجهه با شرایطه و عملا این باعث میشه که ذهنیت ما ناخودآگاه اشک ریختن و کار سنگینی بدونه و عملا انگار وقتی گریه میکنیم داریم بیچارگی و به آخر رسیدن خودمون رو نشون میدیم. همونطور که شنیدین جزئیات توی محتواهای رسانه‌ای خیلی زیاده. ما هم که نمیتونیم بچه‌مون رو ایزوله کنیم یا خودمون واسش اون فیلمی که باب طبعمونه رو تولید کنیم که بشینه اونو ببینه. ضمناً بچه‌ها رو بیخیال. تکلیف ماهایی که این محتواها رو سالها دیدیم و شکل گرفته ذهنیتمون چیه؟ ببینید ما تکلیف خاصی نداریم راستش. به نظر من این خیلی مهم نیست که ما با دیدن گریه مرد چه حسی پیدا میکنیم. یا اصلا شاید به خودمون بگیم اصلا من دوست ندارم گریه کردنو. کیا باید ببینم؟ جواب اینه که هیچ کس. شما میتونی همینطوری به زندگی ادامه بدی. شاید هم خیلی اتفاق خاصی واسط نیفته. اما یادتون باشه که گریه کردن یه نوعی از تخلیه روانیه که میتونه به شما کمک کنه که ذهنتون جا باز کنه برای مشکلات بعدی و کمی بار از روی دوشتون برداره. که البته اینو بیشتر قرار تو اپیزود بعدی براتون باز کنم. تو این اپیزود بیشتر روی این تمرکز کردم که رسانه چه تأثیری روی شکلگیری ذهنیت مرد سالارانه داره. صرفا خواستم بهتون یه دیدی بدم که سری بعدی وقتی دارین فیلم نگاه میکنین بیشتر حواستون جمع باشه و احتمالاً بتونین این المان‌هایی که بهتون گفتم و با چشم خودتون بیشتر ببینین. در پایان باید ازتون تشکر کنم که منو همراهی کردین. تو اپیزود قبل خیلیاتون به من گفته بودین که صدا چرا انقدر بیحاله. البته حقم داشتین. بعدش که خودم گوش دادم دیدم خیلی بی‌حوصله داشتم رکورد می‌کردم. سعی کردم این اپیزود این کارو نکنم. این اپیزود مرداد ماه 1402 رکورد شده و فرسنگو میتونین از اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست و اسپاتیفای گوش بدین
یا میتونین ما رو توی یوتیوب تماشا کنین که سعی کردم توی یوتیوب محتوای تصویری بیشتری براتون بذارم که چشمتونم درگیر بشه و صرفا صدای منو نشنوین. ممنون از این که ما رو گوش دادین. طبق معمول خوشحال میشم اگه نظراتتون رو بهم بگین و سعی میکنم که استفاده کنم ازشون که محتوای بهتری برای آینده بهتون ارائه بدم. این 4مین اپیزود ما بود که دومین قسمت از اپیزود مرد که گریه نمیکنه هستش که بیشتر سعی کردیم به تابوهایی که حول برونریزی احساسی مردا هستش بپردازیم. خوشحال میشیم ما رو به دوستاتون معرفی کنین. تا اپیزود بعد، بدرود. میبینم صورتم و تو آینه با لبی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه، از من چی میخواد، اون به من یا من به اون خیره شدم. باورم نمیشه هرچی میبینم، چشامو یه لحظه رو هم میذارم، به خودم میگم که این صورتکم میتونم از صورتم ورش دارم، میکشم دستم و روی صورتم، هرچی باید بدونم دستم میگه منو توی آینه نشون میده، دیگه این تویی نه هیچ کس دیگه، جای پاهای تموم قصه ها، رنگ غربت تو تموم لحظه ها، مونده روی صورتت تا بدونی حالا امروز چی ازت مونده به جا. همونی که یه روز میخواستی خورشید و با دست بگیری، ولی امروز شهر شب خونت شده، داری بی صدا تو قلبت میمیری، میشکنم آینه رو تا دوباره نخواد از گذشته ها حرف بزنه، آینه میشکنه هزار تیکه میشه، اما باز تو هر تیکش عکس منه، عکسا با دهن کجی بهم میگن چشم امید و ببر از آسمون، روزا با هم دیگه فرقی ندارن، بوی کهنگی میدن تموم